فقط یک خواهش، چون دوخوری با رئیس حزب نصیب تماس خواهش میکنم یک قناة صفی یک خوری کنه شما قناة صفی یک میلیون یا مثلا روان کمتر اون جوانهایی که اصلا نسبت جوانتر اصلا روان نه خواهش میکنم خواهش میکنم این السلام علیکم حاضرین ارجمند همدیاران عزیز شیرتون خوش میکنم بچه یک دمان بچه محترم اعضای رو دوستو خوش بکنیم همین جندر مردمی روحی اسامی 8 روز دوستو تبریک گوش کردیم تا بوده نشستم و دفعه برای دوستو تبریک گوش کرده گیستیم خوش بکنم خوش اینا اجرا کرده آدمی دار ببینیستیم یا بشینیم شیرت حیا استرونشون بجا بیاریم لطفاً چی گوشت کنی؟ چی گوشت کنی؟ شما فیدویتون بچه پیاده بینکی تمام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. همدیاران عزیز، مداران و مادران محترم، من از شما فقط یک لحظه خواهش میکنم، یک لحظه آرامی را رعایت کنیم، یکدیگر را گوش کنیم. خدا را شکر که اون نفری که پروکاتور بود حاضر از تالار بیرون برآورده شد، همون نفری که خواهران و مادران محترم آمد از همین منبر بود که از صف اول خیزه. من شک ندارم که این آدم پروکاتور است.
هیچ کس حق ندارد یگان کس سفارش نداده است یگان کس حق ندارد مادر حتی مادر هم هر کسی هم باشد در تالار نشسته باشد بگوید که شما صف یکم خالی کنید و خیزید بخصوص اگر مادر باشد. این علیق است که مقصد این آدم شوراندن تالار خزاندن احساسات مادران و کسانی که در تالار نشستند هدفش ویران کردن همین جلسه بود. ولی الحمدلله که با کوشش شما و صبر و تحمل شما مادران عزیز برادران مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این حالت پیشگیری کرده شد. من از نام مسئولین از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از این مادران محترم از یکایک شما عذرخواهی میکنم برای این حادثه خرد و ناچیز ولی دلخراشه که همون شاهد بودیم. انشاءالله من باور دارم که همین کافی هست که دیگر ما صحبتمون آرامانه به یکان خرخشه و خالصانه شروع کنیم. راضی هستید؟ سلامت باشید. اگر صحبت نکنیم بهتر میشه. بسیار خوب. من از همه برادران و مادران خواهش میکنم که خواهش این مادر به نظر گرفته شود. اگر صحبت نکنیم بهتر است چون که معلوم است که در پیام است که انتخابات پارلمانی سال 2015 باید که عامل ثبات و وحدت ملی شود. در همون صورت عامل ثبات و وحدت ملی میشود که ما یکدیگر را فهمیم احترام کنیم گوش کرده توانیم. اگر اون جلسه اون ملاقات اون واخوری نامزدها که باعث باز هم خلل‌دار شدن وضعیت میشود ثبات را از بین میبرد از اون ملاقات بودنش و نبودنش بهتر است. همین خیلی هست یا نیست؟ بنابراین همین اگر که مادران محترم گفتن که از ساعت 8 آمده در اینجا نشسته من هم میبینم که بسیاری از دوستان ما مخلصان انتخابات از حتی خوجند و از دیگر جا هم از صبح آمده در اینجا منتظر هستند. دیگر وقت زیادی شما رو نگیره. میبینم که اون نفری که پروکاسیا کرد دیگر نصرین همه را ویران کرد از مادران از همه حاضرین را ویران کرد. بهتر است که ما با همین به خاطر احترام شما آمدیم. من گفتم ساعت 10 شروع میشه ولی در تالار مردم منتظر حالا ساعت 10 نشده است به فکرم نه. من گفتم که بیاید بر وقت‌تر میرویم به خاطر احترام مادران که از صبح در آنجا نشستند آنها را منتظر نکنید. با همین ملاقات ما به انجام میرسد. من از همه شما تشکر میگم که برای شما خدا نگهبانتون باشه. سلامت
فکری که بیاشت اطلاع بله مادر ما بازی نستم در کارم فکرش ما اینجا فکرش پاکستان ها باشد و خطار ما ایستاده جمعیت به کش میبرن لاسیم نیستن گم شونده میشه ما های کش میگیره از طولان چی میخواهد؟ چی میخواهد؟ میگویم گمراه نیزم های میگویم بچه های داشت میگویم زنهای خیزت برای تو بودن Yakın kedi ne yapıyor? Ne bu? Ama böyle falan. Dört takdir. مبارزه ببریم نمیخوایم که آینده ما افلاسا باشد گم شود یکی تولد کنه که بیان جان تولد